ولی خب یک خسته کننده است، مثلا هر ترم بخوای 22 واحد 24 واحد برداری. همین که پیشنهاد من اینه که آرومتر و پیوسته تر یاد بگیرید و برید جلو. یعنی از 8 ترم بیشتر نشید، اما 8 ترم خیلی استاندارد و خوبه، چون اکثرا حداقل 9-10 ترم اصولا هر رشته رو میخونن، نه فقط این رشته اصولا. اینطوری که من ندیدم کسی 8 ترم واقعا تمام کنه، یا زودتر تمام میکنن یا خیلی دیرتر. حد استاندارد من کم دیدم واقعا که کسی تموم کنه 8 ترم دقیقا. دیگه یه چیز اینجا میخواستم بگم، یادم ولی حالا همون طبق چارتی که حالا من بعدا چارت درسی رو توضیح میدم توی ویدیوی دیگه، چون